سلام به کنجکاوان عزیز، ابو صبور هستم و در این ویدیو میخوام بهتون نحوه ورود بار و مقدار ورود بار سنگ‌های از جنس آهن در سگمیل و بالمیل که اسم یک نوع آسیاب هست و بزرگترین آسیاب‌های ایران است رو به شما نشون میدم. این از طبقه دوم سالن تولید کنسانتره بزرگترین معادن خاورمیانه به نام فولاد سنگان که آسیاب سگمیل، اگر شما توجه کنید قد یک آدم برابر با اون تابلو برق اونجاست. بزرگی این آسیاب ها در دوربین مشاهده نمیشه با چشم پیکسل بالا مگه ببینید. این هم از بالمیل ها یعنی آسیاب های غول‌پیکر مرحله دوم. در این آسیاب که شما میبینید هیچ نوع دیزلی قدرت چرخش حتی یک دور نداره برای اینا و با برق بسیار بسیار قوی کار میکنن، به صورتی که اگر سیم ارت با این که مال پمپ است که در ویدیوی بعدی نشون میدم بریم برای خوراک این آسیاب های بسیار بزرگ. قبل از صدا هستن داخل گوش دارم و ایرماف مشاهده بفرمایید. زیبا یعنی تا الان شما مشاهد 700 تن بار در هر ساعت وارد این آسیاب غول‌پیکر فولاد سنگان میشه.